سلام، من علی هستم و به کانال من خوش اومدید. بچه‌ها میخوام یه سری ویدیوهای جدید بذارم تو کانال به اسم رپاپ. خیلی هم عالی. این ویدیو قراره که من در مورد کتابا یا فیلمایی که توی اون ماه دیدم بیام و بهتون معرفی کنم و یه تیکه ازشو بهتون بگم و میدونه سرا شاید دوست داشتین شما رفتین سراغش دیدین یا خوندین اینا. به نظر من ویدیو جذابی میتونه باشه. اولین رپاپی که دارم میخواد مربوط باشه به مرداد ماه 1402 که بخش اولش کتابایی که خوندم و بخش دومش رو فیلمایی که دیدم. کتابایی که تو مرداد ماه خوندم این 4 تا چاپی ان، یه دونم الکترونیک خوندم. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم متأسفانه کتاب بدیه. آخه این درست خدایی. پشت فرمان با مامانه. این کتاب از خانم لیز نورگوای، یک نویسنده دانمارکی، همین چند وقت پیش فوت شده ایشون و بیشتر سعی کرده داستاناش به زبان طنز باشه. این کتابش هم از قضا به طنز دانمارکی نوشته که اصلا به ذائقه ما ایرانی خوش نمیاد. نخیر. ماجراهای یادگیری رانندگی خودش و مامانش و عشقم مادرش به زبان طنز می‌نویسه و مثل اینکه اصلا اونجا توی دانمارک رانندگی زنان رو قبول ندارن. معرفی هم بهتون میگم اینو خوندم شما نخونید. یعنی این معرفی کتابایی که من الان دارم همش به این دلیل نیست که بگم برید بخونید. شاید بعضی وقتا میخوام بهتون بگم نرید بخونید. این یکی از همون است. اوکی. کتاب بعدی که خیلی کتاب خوبیه و من خیلی دوستش داشتم، کتاب متعهده یا همون کامیتد. خانم الیزابت گیلبرت متولد 1900 و چند 69، یعنی الان 54 سالشه و یه بار ازدواج کرده بوده. توی ازدواج شکست خورده. بعد از اون ازدواج سعی کرده که بفهمه ازدواج درست چجوریه، یعنی با چه کسی باید ازدواج کنه یا مثلا ازدواج خوب کجا میشه پیدا کرد. بعد یهو توی یکی از همین تحقیقاتی که کرده بوده توی سفرهایی که میرفته دور دنیا با یه مرد برزیلی به نام فلیپه آشنا میشه. در یک نگاه عاشق میشه و خدا وکیلی خیلی دوستت دارم. این کتاب بخش خیلی زیادیش تقریبا همش در مورد ماجراهای آشناییش با فلیپه تا رسیدن به نقطه ازدواجه. توی بخشش در مورد ازدواج و انتظارات صحبت میکنه، یه بخشش در مورد ازدواج و دلباختگی، یه بخشش ازدواج و شورش و همینجور غیره و غیره که جذاب و چه قلمش خوشگله. من این کتاب رو به هر کسی که بخواد ازدواج کنه پیشنهاد قطعا میکنم. یه کتابم قبلا معرفی کردم 5 زبان عشق، اونم به هر کسی که میخواد ازدواج کنه پیشنهاد میکنم. کسایی که ازدواج کردن یه باگی داره این قضیه، این کتاب و اصلا کلا زندگی نویسنده اینه که وقتی که داشته اینو مینوشته خب عاشق فلیپه بوده، بعد یه مدتی ازش جدا میشه. دنبال این بوده که ما یاد بده که چجوری یه ازدواج موفق داشته باشیم، ولی خب خودش دوباره تو ازدواج دومش حتی ناموفق بوده. خب این بده دیگه، یعنی که حرفایی که نوشته خیلی تاثیرگذار. سومین کتابی که خوندم قهوه سرد آقای نویسنده است. یه کتابی بود که من خیلی شنیده بودم ازش، یعنی خیلی جاها میدیدم تو دیوار، تو مغازه‌ها، تو دستفروش‌ها که اینو تبلیغ میکردن و الان چاپ 66ش هم هست، این که الان دست منه. یه کتاب عاشقانه معمایی کارآگاهی که خیلی عالی شروع میکنه، اینقدر فصل اولش جذابه که شما رو میخوب میکنه و اینقدر بد تموم میشه آخرش. سریه به نام آرمان که بچه کوچیکیه، بعد یه دختری هست میاد خونه همسایه‌شون پیانو یاد بگیره که 15 سال ازش بزرگتره، ولی خب این عاشقش شده و ماجراهای این که بهش نمیرسه و خلاصه میره جلو و آینده ها توی جایی میبینتش و دوباره اون عشقش شکوفا میشه. به منم گفتن این کتابو نخون، چون با اینکه خیلی توی اینستا توی فضای مجازی ازش تیکایی آوردن و خیلی خوشگله، ولی در واقعیت به جز ابتدای کتاب، اول کتاب بقیه‌اش و انتهاش اصلا کلا رو حواس داستان عجیب غریبه. شما نخونید، پیشنهاد نمی‌کنم. یه کتاب دیگه هم که من خونده بودم به اسم روباه و گل‌های کاملیا بود. کتاب اثر اینیاتزیو سیلونه است، انشالله که درست گفتم اسمشو. ایتالیایی هم بوده، در مورد فاشیسم نوشته. یه دورانی موسولینی توی ایتالیا فاشیسم رو آورد رو کار و خیلی دوام نیاورد، زود از بین رفت. این کتاب تو اون دوران نوشته شده ضد فاشیسم. یه فرد روستاییه که داره مخفیانه ضد فاشیسم کار میکنه، فعالیت میکنه و یه روز یک مزدور حکومتی میفهمه اینو و میاد اونجا تا اطلاعات اینا به دست بیاره. از قضا عاشق دخترش میشه، حالا مونده که اینو بفروشه یا نفروشه و ماجراهای اینه. یه جورایی شبیه بلندی‌های بادگیر امیلی برونته هم بود. من کتابش رو دوست داشتم. یه کتاب دیگه هم خوندم الکترونیک بود به نام درباره معنای زندگی از ویل برانت
که یه فیلسوف خیلی عجیب غریب بوده، آمریکایی هم بوده. جوری کتاب شروع میشه که یه فردی که میخواد خودکشی کنه میاد پیش ویل دورانت و ویل دورانت میخواد اون یه جوری منعش کنه و بهش میگه که خب من میدونم چیکار کنی، برو یه کار خوب پیدا کن، استراحت کن، غذای خوب بخور اینها. اون آقا هم خیلی موجه بوده و میگه من هم کار خوبی دارم، هم حالم خوبه، هم چیزای خوبی میخورم و چیزای خوبی میپوشم اینا، ولی میخوام خودکشی کنم. اونجا ویل دورانت تو فکر نوشتن این کتاب میفته که اصلا معنی زندگی چیه؟ من چی به این بگم که این نره خودشو بکشه؟ یه جوری میشه معنی زندگی رو پیدا کرد. سعی کرده که تو این کتابش به این سوالا جواب بده. اندیشمندان، فیلسوفا، شاعران، هنرمندان مختلف دنیا پیام بهشون میده که معنی زندگی چیه و از هر کدومشون یه جواب میگیره. مثلا بین اینا گاندی هم جواب میده بهش، حتی جداگانه جوابای اونا رو می‌نویسه، یه تحلیل کوتاهی روش انجام میده. یه سری میگن ما با مذهب مثلا انگیزه میگیریم، یه سری میگن ما با کاری که انجام میدیم انگیزه میگیریم، یه سری میگن با خانواده و غیره و غیره. و خیلی جالبه، برای من خیلی جالب بود که هر کی یه هدفی داشت تو ذهنش، یه انگیزه‌ای داشت، یه محرکی داشت و همه اینا رو کنار هم گذاشته بود. میتونی یه تنوعی از انگیزه‌ها و هدف‌ها رو ببینی، خودت هم زیر شاید مهیج بشی. مثلا آخرش هم میاد و خودش جواب میده به این سوالش، میگه خب این سوالی که من مطرح کردم الان خودم میخوام جواب بدم. و به نظر من کتاب خیلی باحالی بود، خیلی جذابه، اونم توی حوزه معنای زندگی و فلسفی. کسایی که دوست دارن در مورد این چیزا بدونن، به نظر کتاب باحالی باشه براشون، بخصوص کسایی که یکم افسردگی دارن یا مثلا نمیدونن با چی کار کنن. این کتاب میتونه بهشون خط بده. کتاب من دوست داشتم و حتما پیشنهادش میکنم.